یکی از پرتکرارترین سوال‌هایی که از من میپرسین اینه که خانم حیدری من چطور میتونم عزت نفس خودم رو بالا ببرم، حس خود دوستی خودم رو زیاد کنم. 3 مورد میخوام بهت بگم که خیلی بهت کمک میکنه. مورد اول این که کسی که خودش رو دوست داره برای خودش ارزش زیادی قائله، پس زیاد تو زندگیش نمیگه، با هر کسی دوستی نمیکنه، هر مهمونی نمیره، هر جایی نمیره، هر کسی رو وارد حریم خودش نمیکنه، هر غذایی نمیخوره. مورد دوم این که کسی که عزت نفس بالایی داره به قولهایی که به خودش میده عمل میکنه. به طور مثال اگر من میگم که روزانه باید 10 دقیقه کتاب بخونی، تحت هر شرایطی انجامش میدم. اگر نتونم 10 دقیقه انجامش بدم 2 دقیقه انجام میدم، ولی حتما انجامش میدم. این خیلی مهمه. و مورد آخر، با خودت در روزهای سخت زندگی دوست باش. به خودت سخت نگیر، به خودت عشق بده و تنهایی کافه رفتن رو یاد بگیر، تنهایی با خودت عشق کردن رو یاد بگیر، تنهایی سینما رفتن، خرید کردن رو یاد بگیر. همه اینها به مرور زمان حس خود دوستی شما رو نسبت به خودتون بیشتر میکنه.